در شهر نیویورک که این روزها میزبان پرزیدنتان شرکت‌دار مجمع کل سازمان ملل متحد است، دیروز ملاقات رهبر تاجیکستان امامعلی رحمان با دبیر کل این سازمان آنتونیو گوترش برپا شد. به نوشته سامانه پرزیدنت تاجیکستان در این ملاقات در برابر بررسی مسائل داغ بین المللی از جمله اوج گرفتن مخالفت‌های گئوسیاسی، تهدیدهای امنیتی، درگیری‌های مسلحانه، تروریسم و افراطگرایی، اینچنین تشبس‌های تاجیکستان هم بررسی شده است. از جمله رحمان و گوترش آمادگی به کنفرانس آب در تاجیکستان در سال 2028 و هم موضوع اصلاحات سازمان ملل متحد را بررسی نمودند. قرار است امروز بعد نصف روزی به وقت نیویورک پرزیدنت تاجیکستان در مجمع عمومی سخنرانی کند. برای امروز اینچنین برآمدهای دیگر رهبران آسیای مرکزی و همچنین پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در نظر است. در آستانه این مراسم ها ترامپ و پرزیدنتان ازبکستان و قزاقستان به بعض سازش های مهم تجارتی دست یافتند. همکارم مومین احمدی این رویدادها را پیگیری نمود و حالا با ما در استودیو است. مومین سلام. سازشنامه هایی که میان آمریکا و دو کشور آسیای مرکزی بسته شده است، کدام همکاری ها را در نظر دارند؟ بگویید. سلام. بله خیرامان، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ با ازبکستان و قزاقستان با سازش‌های با ارزش عمومی 12 میلیارد دلار دست یافت و این را بیانگری عمیق‌تر شدن رابطه‌های کاخ سفید با منطقه استراتژیکی آسیای مرکزی نامیدند. شرکت بوئینگ گفت ازبکستان برای خرید 22 هواپیمای این شرکت اظهار آمادگی نموده است. خریداری این هواپیماها را شرکت دولتی ازبکستان هوایولری برداشت دارد. خود ترامپ هم که در باره این سازش در شبکه تروث سوشیال خبر داد و گفت ارزش هواپیماها 8 میلیارد دلار می باشد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از این سازش استقبال کرده گفته است ما در ساحه‌های زیادی دیگری همکاری را ادامه میدیم. همزمان قزاقستان سازشنامه خرید 300 لوکوموتیو آمریکایی و دیگر وسایل وابسته به کار راه آهن را از شرکت واقع در پنسیلوانیا وابتک کارپوریشن امضا کرد. شرطنامه با ارزش بیش از 4 میلیارد دلار به نوشته وزارت تجارت آمریکا سازش گرانترین در تاریخ ساحه راه آهن ایالات متحده آمریکا می باشد. مومین، ظاهراً این اقدام مهمه در سمت تقویت داد و گرفت‌های تجارتی و اقتصادی آمریکا و آسیای مرکزی و خصوص در عهد پرزیدنت دونالد ترامپ می باشد. ظاهراً همین گونه از خیرامان. ترامپ گفته است که در تلاش تقویت رابطه‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری با منطقه غنی از ذخیره‌های طبیعی آسیای مرکزی می باشد و در این امر برای دستیابی به معدن از جمله عنصرهای مهم برای استفاده در استحصال فناوری‌های پیشرفته مثل سلاح تمرکز کرده است. حالا در منطقه چین به این ذخیره‌ها دسترسی کلیدی دارد. ترامپ ماه سپتامبر با پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیوف در یک صحبت تلفنی تشکیل چنین یک فوروم سرمایه‌گذاری را بررسی نمود. ماه آگوست فرستاده ویژه‌اش برای همکاری‌های گلوبالی پاولو زامپولی را به تاشکند برای ملاقات با میرزیوف فرستاد. قزاقستان و ازبکستان کشورهای غنی از نفت و گاز و اوران و هم ذخیره‌های دیگری طبیعی می باشند. شرکت‌های آمریکایی عظیم نفتی اکسون موبیل و چیورون در ساحه نفت و گاز قزاقستان سرمایه گذاری کردند، اما ساحه‌های دیگر در عموم در منطقه در دوام سالهای استقلالیت تماما دست ناخورده ماندند. حالا با افزایش طلبات به اوران و معدن‌های نادر و تلاش کاخ سفید برای دستیابی بر رابطه‌های قوی‌تر اقتصادی با آسیای مرکزی، احتمالاً برنامه و سازشنامه‌های نو در پیش است. تشکر از همکارم مومین احمدی. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.